بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان همیشگی پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوش باشه. امروز اومدیم به شهر سراوان و روستایی به اسم دزدک که مسجد جامعی داره که ثبت ملی شده و از مساجد بسیار قدیم هست که قدمت تاریخی آن به اوایل اسلام برمیگرده. با ما تا انتهای این گزارش همراه باشید. مسجد زیبایی که نشان از قدیمی بودن شهر سراوان دارد. مسجد جامع زیبای دزدک در روستای دزدک در 3 کیلومتری شرق سراوان قرار دارد. احتمال داده می شود که زمان ساخت این مسجد به اوایل اسلام برمیگردد. بسم الله الرحمن الرحیم. مسجد جامع دزدک یکی از مساجد قدیمی سراوان است که قدمت آن به اوایل اسلام برمیگردد. در این مسجد نیاکان، پدر بزرگ و پدر و ما و انشالله بچه های ما انشالله نماز خواهند خوند. این قسمت از مسجد که میبینید ساختش از نخل خرما بالاش ساخته شده و در آن از کاهگل استفاده شده که به سبک کوفی ساخته شده و مسجد جامع دزدک الحمدلله فعال است که 5 وقت نماز در آن خونده میشه و نماز جمعه هم برگزار میشه در این مسجد. مسجد جامع دزدک الحمدلله ظرفیت گردشگری داره و گردشگرایی که اینجا تشریف بیارن ما در خدمتشون انشالله هستیم.